اینو قشنگ حس میکنی. اون لحظه هایی که وسط یه جمعی آدم های دوروبرت حرف میزنن و میخندن، ولی تو انگار توی یه حباب تنها ایستادی. صداها گنگ و مبهم به گوش میرسن. یا همون شبهایی که کنار کسی که دوستش داری نشستی، دستش هم تو دستته، ولی یه جوری حس میکنی بین شما هزاران کیلومتر فاصله است. انگار یه دیوار شیشه‌ای ضخیم و کدر شما رو از هم جدا کرده. میتونی شکلش رو ببینی، ولی گرمای وجودش رو حس نمی کنی. میتونی حرفاش رو بشنوی، ولی معنی واقعیشون به قلبت نمیرسه. یه تنهایی عمیق و عجیب ته دلته، مثل اینکه جفت روحت یه زبان رمزی رو بلده که تو ازش سر در نمیاری. و هرچه بیشتر سعی میکنی خودتو برسونی، بیشتر احساس میکنی در جا میزنی. یا بدتر از اون، احساس میکنی داری دورتر میشی. درست میگم؟ این حس رو میشناسی؟ احساس میکنی همه چیز داره از کنترل خارج میشه. نمیدونی چی کار کنی. ممکنه حتی به این فکر کرده باشی که شاید مشکل از توه. شاید تو اون قدرها که باید دوستش داشته باشی نیستی. شاید لیاقت این ارتباط عمیق رو نداری. این فکرهای ناجور جون آدم رو در میاره. اما میخوام یه چیزی رو بهت بگم که امیدوارم عمیقاً باورش کنی. مشکل از تو نیست، تو فقط راهش رو بلد نیستی. و امروز قراره با هم از زبان استاد این راه، از کسی که میدونست چطور قلبها رو بدون یک کلمه حرف زدن به هم وصل کنه یاد بگیریم. قراره از شمس تبریزی حرف بزنیم، همونی که میتونست با یک نگاه دریچه های بسته رو باز کنه. میخوام باهات صادق باشم. اون چیزی که امروز قراره بگم مثل یه معجزه آنی نیست که فردا صبح همه چی درست بشه. نیاز به تمرین داره، نیاز به شجاعت داره. اما قول میدم اگه واقعا با من همراه بشی و دلت رو برای شنیدن باز کنی، تا آخر این ویدیو یه سلاح مخفی و خیلی خاص دستت میاد. یه تکنیک، یه طرز فکر، یه دعا که مستقیما از دل تعالیم شمس تبریزی در اومده. اینو بهت قول میدم. اگر تا آخر این مسیر با من بمونی، در دقیقه آخر یه راز نابی رو که میشناسم درباره ارتباط روحی میگفت با تو در میان بذارم. یه تمرین ساده که اگر انجامش بدی میتونی تقریبا فوری حال و هوای رابطت رو عوض کنی. میتونی اون دیوار شیشه‌ای رو نازک کنی. میتونی اولین قدم رو برای اتصال واقعی برداری. اونقدر خاصه که مطمئنم تا حالا جایی نشنیدیش. پس تصمیم باهاته. میخوای همینطور تنها توی حباب بمونی و تماشا کنی، یا میخوای 10 دقیقه وقت بذاری و کلیدی رو بگیری که میتونی قفل رو باز کنی؟ اگر آماده‌ای گرفتن این کلید هستی، پس با من بیا قدم اول رو با هم برداریم. خیلی خوب. حالا که تصمیم گرفتی و اومدی تا اینجا با من، بیا بریم سراغ اولین قدم. قدمی که شمس تبریزی روش خیلی تاکید داشت. قدمی که احتمالاً برای خیلی عجیب به نظر میرسه. چون برخلاف همه چیزی که فکر میکنی درسته. اولین کاری که باید بکنی رها کردنه. اما نه، صبر کن. منظور من رها کردن اون شخص نیست اصلاً. این بزرگترین اشتباهه. منظورم اینه که خودت رو رها کنی. خودت رو از چنگال اون انتظارات عذاب‌آور رها کنی. بذارین راحت نفس بکشید. ببین مشکل از کجا شروع میشه. از وقتی که ما میخوایم همه چیز رو کنترل کنیم. میخوایم طرف مقابل دقیقاً همون کاری رو بکنه که ما دوست داریم. همون کلمات رو به کار ببره. همون نگاه رو داشته باشه. همون عکس العملی رو نشون بده که توی فیلم‌های توی ذهن خودت ساختی. ما داریم با یه آدم واقعی زندگی میکنیم، اما توقع داریم مثل یه شخصیت از پیش نوشته شده رفتار کنیم. و وقتی اینطور نمیشه چه اتفاقی میفته؟ ناامیدی، عصبانیت، احساس تنهایی. اون دیوار شیشه‌ای هم ضخیم‌تر میشه. شمس تبریزی یه حکایت قشنگ داره. میگه آدم‌هایی که میخوان عشق رو کنترل کنن و در چارچوب ذهن خودشون بذارن، مثل کسی هستن که میخواد آب رودخونه رو با مشت‌های گره کرده‌اش نگه داره. هرچی بیشتر فشار میاره، آب بیشتر از لای انگشتاش رد میشه و میره. آخرش هم
هیچی نمیمونه. یه مشت خسته، یه مشت ناامید و دستانی خالی از اون آبی که میتونست براش جان بخش باشه. دقیقاً مشکل ما همینه. ما داریم با مشت‌های گره کرده میخوایم احساسات، رفتار و توجه طرف مقابلمون رو کنترل کنیم و غافلیم از این که عشق مثل آب جریانه، مثل باده. نمیتونه اون رو بگیره و توی قفس بذاره. اگه این کار رو بکنی میمیره. پس کار اول اینه که مشتات رو باز کنی، رها کنی، بذاری جریان خودش رو داشته باشه. اما حالا سوال اینجاست، این رها کردن عملی توی زندگی روزمره یعنی چی؟ یعنی چی که من خودم رو رها کنم؟ یعنی بیایی و برای امروز فقط برای 5 دقیقه قید نتیجه رو بزنی. بذاری هر اتفاقی میخواد بیفته. وارد یه مکالمه بشی بدون اینکه از قبل توی ذهنت بنویسیش که باید چی بگی. بذاری سکوت پیش بیاد. بذاری مکالمه به سمتی بره که تو پیش بینی نکرده بودی. حتی بذاری یه بحث کوچیک پیش بیاد. تو فقط یه تماشاچی باش. یه تماشاچی مهربان که قضاوت نمیکنه، که خوبت نمیکنه، که فقط نگاه میکنه و اجازه میده صحنه خودش رو جلو ببره. خیلی مهمه که اینو درک کنی. این رها کردن به معنی بیخیالی یا بی‌عرضگی نیست. برعکس، احتیاج به شجاعت زیادی داره. شجاعت کنار گذاشتن کنترل، شجاعت اعتماد به خودت، به طرف مقابلت و به خود جریان زندگی. وقتی تو خودت رو رها میکنی یه اتفاق خیلی جادویی میفته. فشار از روی تو برداشته میشه. از حالت دفاعی و پر از استرس خارج میشه و وقتی تو آروم بشی فضای اطرافت هم آروم میشه. اون وقت طرف مقابلت هم میتونه خودش باشه. میتونه بدون ترس از قضاوت یا توقع تو حرف بزنه. احساسش رو نشون بده. این اولین و مهمترین ترک روی اون دیوار شیشه‌ایه. امتحانش ضرر نداره. قول میدم همین امروز یه فرصت 5 دقیقه‌ای براش در نظر بگیر. فقط 5 دقیقه و در اون 5 دقیقه خودت رو به رودخانه زندگی بسپار. بذار ببردت. بعد ببین چه حسی داری. ببین آیا اون سنگینی همیشگی ته دلت یکم سبکتر نمیشه؟ این قدم اول بود. قدم شجاعت. قدم اعتماد. حالا که مشتت رو باز کردی و آماده‌ای بذار چیزهای جدید وارد زندگیت بشن. بریم سراغ قدم بعدی. قدمی که کمی ممکنه برات ترسناک باشه. چون قراره با یه چیز خیلی آشنا خداحافظی کنی. قدم دوم رو برداشتی. حالا نوبت به یه کاری میرسه که احتمالاً واسمون خیلی آشنا. اونقدر آشنا که شاید حتی متوجه نشیم داریم انجامش میدیم. این قدم شاید کمی برات دردناک باشه. چون قراره با بخشی از وجودت که سالها باهاش زندگی میکنی خداحافظی کنی. اما قول میدم این خداحافظی شروع یه آزادی واقعیه. حالا بیا رو راست باشیم. ما آدم ها مخصوصا جلوی کسی که دوستش داریم عادت داریم یه نقاب بزنیم روی صورتمون. اسمش رو میذاریم بهترین خودمون. اما در واقعیت این بهترین خودمون یه جور آدم بی‌عیب و نقص ساختگیه که فشار غیر ممکنی رو به همون وارد میکنه. نقاب آدم قوی که هیچ مشکلی نداره. نقاب آدمی که همیشه شاد و سرحاله. نقاب آدمی بی نیاز که به هیچ کس و هیچ چیزی احتیاج نداره تا خوشحال باشه. نقاب آدمی کاملا منطقی که هیچ احساس منفی نداره. اما یه راز کوچولو بگم، این نقاب ها قاتل رابطه اند. اونها دشمن اصلی ارتباط واقعی هستند. چرا؟ چون تو وقتی با نقاب آدم قوی ظاهر میشی طرف مقابل مجبور نقاب آدم ضعیف رو بزنه. یا برعکس، وقتی تو نقاب آدم بی نیاز رو میزنی طرف مقابل احساس میکنه برای تو مهم نیست و نقاب بی توجهی میزنه. شما دوتا بازیگر میشید روی یه صحنه. هر کدوم نقش خودتون رو بازی میکنید. اما مشکل اینجاست که هیچ کدوم واقعی نیستید. و عشق بین دو نقش ساختگی چطور میتونه رشد کنه؟ مثل اینه که بخوای یه گلدون گل رو توی یه خاک مصنوعی بکاری. ممکنه یه مدت زنده بمونه
اما هیچ وقت اون ریشه های عمیق و محکم رو نمیزنه. یه باد میاد و میبردش. شمس تبریزی یه جمله خیلی قشنگ داره، میگه آنچه را که هستی آن باش تا آن که هستی با تو باشد. حرفش چیه؟ یعنی تو اگه میخوای طرف مقابلت با تمام وجود واقعیش، با تمام اون چیزی که هست پیش تو بیاد، اول باید خودت جرأت کنی و اون چیزی که واقعا هستی رو نشون بدی. تا وقتی تو نقاب داری، اون هم نقاب داره. رابطه شما یه رابطه بین دو نقابه، نه دو انسان. اما ترس ما از برداشتن این نقاب چیه؟ میترسیم اگه ضعفمون رو نشون بدیم، اگر بگیم میترسیم، اگه بگیم احتیاج داریم، اگه بگیم اشتباه کردیم، طرف مقابل ما رو رد کنه، ما رو دوست نداشته باشه یا ما رو ترک کنه. این ترس طبیعیه، اما آیا راستش رو میدونی؟ اون نقاب بی عیب و نقص تو که داره طرف مقابلت رو دور میکنه؟ چون اون آدم ساختگی غیر قابل دسترس و سرده، نمیشه باهاش صمیمی شد، نمیشه در آغوشش گرفت، چون یه مجسمه است. برداشتن نقاب یعنی انسانیت خودت رو پس بگیری، یعنی بپذیری که تو ترکیبی از قوت و ضعف، شادی و غم، اطمینان و ترس هستی و این ترکیب چیزیه که تو رو زیبا میکنه، تو رو منحصر به فرد میکنه، قابل لمس میکنه. حالا این تئوری بود، بریم سراغ عمل. چطوری میتونیم همین امروز این کار رو شروع کنیم؟ از یه چیز کوچیک شروع کن. لازم نیست بری کل زندگی نامه رازها و ترسهات رو تعریف کنی. نه، از یه نقطه کوچیک، مثلا یه موقعیتی که معمولا خودت رو مجبور میکنی قوی به نظر برسی، میتونی بگی امروز یه روز سخت داشتم، خستم، همین. یا میتونی بگی منم بعضی وقتها میترسم که مبادا نتونم. میتونی حتی یه اشتباه کوچیک قدیمی رو بگی. یادت میاد اون موقع من واقعا رفتار بدی داشتم، شرمنده‌ام. ببین چه اتفاقی میفته وقتی تو یه ذره نقاب رو کنار میزنی، فضای امنی ایجاد میکنی، طرف مقابلت میبینی که تو جرأت کردی آسیب پذیر باشی. این مثل یه دعوتنامه است، یه دعوتنامه که میگه تو هم میتونی خود واقعیت باشی، من قضاوتت نمی کنم. و مطمئن باش در بیشتر مواقع واکنش طرف مقابل شفقت و نزدیکتر شدنه، نه طرد کردن، چون تو داری بهش اعتماد میکنی. پس کار امروزت مشخصه، یه ریکس کوچیک، یه نقطه کوچیک از وجود واقعیت رو بی نقاب با کسی که دوستش داری در میون بذار. فقط یه نقطه کوچیک و بعد تماشا کن، ببین این صداقت کوچیک چه ترک دیگه‌ای روی اون دیوار شیشه‌ای میندازه. ببین چطور فضا سبکتر میشه. حالا که داری یاد میگیری خودت رو رها کنی و نقابت رو هم کم کم برداری، آماده ای بریم برای قدم بعدی، قدمی که قراره تو رو از یه نقشه مخرب دیگه نجات بده. نقش قاضی. خیلی خوب، تا اینجا یاد گرفتیم چطوری خودمون رو از شر کنترل کردن رها کنیم و نقابمون رو برداریم تا انسان واقعیمون رو نشون بدیم. قدم‌های بزرگی بودن. حالا نوبت به قدم سوم میرسه، قدمی که شاید تو رابطه روزمره‌مون بیشتر از هر چیزی انجامش میدیم بدون اینکه حتی متوجه باشیم چقدر داره فاصله میندازه بینمون. این قدم مربوط میشه به قضاوت. بیا با هم رو راست باشیم. ما آدما عادت کردیم که همیشه در هر موقعیتی نقش قاضی رو بازی کنیم، مخصوصا توی روابط زندگیمون. ذهن ما مدام در حال برچسب زدنه، تفسیر کردن و خوب و بد کردن رفتار طرف مقابلمونه. این حرفش یعنی فلان چیز، این کارش نشون میده که به هم اهمیت نمیده. اگه واقعا دوستم داشت اینطوری رفتار نمیکرد. ما فکر میکنیم داریم تحلیل میکنیم، اما در واقع داریم حکم صادر میکنیم و هر حکمی که میدیم مثل اینی که یه آجر روی دیوار شیشه‌ایمون بینمون رو کلفتر میکنیم. چرا قضاوت اینقدر مخفیه؟ چون حس خوبی بهمون میده، بهمون حس امنیت و برتری فکری میده. انگار که ما همه چیز رو میدونیم و طرف مقابلمون رو زیر ذره‌بین گذاشتیم، اما غافلیم از این که ذره‌بین تصویر رو کاملا مخدوش میکنه.
ما داریم واقعیت طرف مقابلمون رو نه از چشم خودش بلکه از پشت لنز ترس‌ها، پیش‌داوری و تجربیات گذشته خودمون نگاه می‌کنیم و طبیعی است که تصویر درستی نمی‌بینیم. حالا حرف شمس تبریزی چیه؟ اون از مفهومی حرف میزنه که دقیقاً نقطه مقابل قضاوته. اون از آینه حرف میزنه. تفاوت یه قاضی با آینه چیه؟ قاضی حکم میده، خوب و بد میکنه، مجازات میکنه. اما یه آینه چه کار میکنه؟ آینه فقط تصویری رو که جلوش قرار گرفته در همون لحظه بدون کم و کاست، بدون تفسیر و بدون قضاوت بازتاب میده. آینه نمیگه این تصویر زشته یا قشنگه. آینه فقط هست، فقط نشان میده. پس قدم سوم اینه، تو آینه‌اش باش نه قاضیش. یعنی چی توی عمل؟ یعنی بیا و به جای این که بخوای معنای پشت هر حرف رو، هر رفتار رو تحلیل کنی و برچسب بزنی، فقط سعی کن احساساتش رو در همون لحظه منعکس کنی. مثل یه آینه. این کار به طرز معجزه آسایی فاصله رو کم میکنه. مثلا فرض کن طرف مقابلت با ناراحتی میگه خسته‌ام از همه چیز. ذهن قاضی تو سریع حکم صادر میکنه. داره از من فرار میکنه. من رو مقصر میدونه. به هم اهمیت نمیده و بعد تو ممکنه واکنش دفاعی نشون بدی. پس منم خستم از این وضعیت. یا برعکس، قضاوت تو باعث میشه سکوت کنی و فاصله بگیری. اما یه آینه چطور واکنش نشون میده؟ آینه میگه میبینم واقعا خسته ای. میشه بگی از چی؟ بیشتر خسته ای یا حتی ساده تر؟ میبینم خستگیت از یه جور عمق میاد. تو داری احساسش رو منعکس میکنی. نه اینکه بهش حمله کنی یا ازش دفاع کنی. تو داری بهش میفهمونی که من تو رو میبینم. من دارم حس تو رو درک میکنم. این عمیق‌ترین نیاز هر انسانیه. دیده شدن و درک شدن بدون قضاوت. وقتی تو آینه میشی یه فضای امن ایجاد میکنی. فضایی که طرف مقابل احساس نمیکنه زیر حمله است. احساس نمیکنه باید از خودش دفاع کنه. برعکس احساس میکنه شنیده میشه. و وقتی کسی احساس کنه واقعا شنیده میشه، طبیعی است که میخواد بیشتر باز بشه. میخواد نزدیکتر بشه. چون تو بهش نشون دادی که حضورت یه جایگاه امنه، نه یه دادگاه. پس تمرین امروز چیه؟ برای بقیه امروز سعی کن در مکالمات، مخصوصا با کسی که دوستش داری، نقش آینه رو بازی کنی. هر وقت حرفی زد یا رفتاری نشون داد، قبل از هر واکنشی و هر حکمی یه نفس عمیق بکش و از خودت بپرس یه آینه چطور این رو بازتاب میده. مثلا به جای گفتن تو همیشه دیر میکنی که یه حکم و حمله است، میتونی بگی میبینم امروز هم نتونستی سر وقت برسی. حتما مشکلی پیش اومده. بازتاب وضعیت همراه با پیش‌ورز مهربونانه. یا به جای گفتن تو اصلا به حرفام گوش نمیدی، حکم، میتونی بگی حس میکنم حرفام داره گم میشه. اشکال از نحوه بیان منه؟ میبینی تغییر کوچیکی در کلمات اما دنیایی از تفاوت در تأثیر. اولی میبنده، دومی باز میکنه. این کار در ابتدا ممکنه سخت باشه چون ذهن ما سالهاست عادت کرده قاضی باشه. اما مثل هر مهارت دیگه با تمرین آسون میشه و تأثیرش رو فوری روی کیفیت ارتباطات میبینی. انگار که بعد از سالها حرف زدن از پشت یه دیوار بالاخره یه پنجره باز کرده و هوای تازه وارد کرده. حالا که داری یاد میگیری رها بشی، واقعی باشی، بازتاب دهنده باشی، وقتش رسیده که از بزرگترین مانع ارتباط در دنیای امروز حرف بزنیم. مانعی که اسمش رو میذاریم عشق مجازی. 3 قدم اساسی رو پشت سر گذاشتیم. رها کردن، نقاب برداشتن و آینه بودن. حالا نوبت به قدم 4 و آخرین قدم که اصلی ترینه میرسیم. این قدم شاید بیشتر از همه مربوط به دنیای دیجیتال و پرهیاهوی امروز ماست. قدمی که اگر برنداریم همه قدم‌های قبلیمون میتونه بی اثر بمونه. حالا بیا و صادقانه به زندگیمون نگاه بندازیم. ما توی دنیایی زندگی میکنیم که عشق و ارتباط شکل جدیدی به خودش گرفته. شکل مجازی. بیشتر مکالمات عمیقمون نه توی پارک کنار همه،
که بلکه تو پیام رسان انجام میشه. محبتمون رو با یه استیکر و یه ایموجی نشون میدیم. فکر میکنیم با فرستادن یه متن دوستت دارم یا گذاشتن یه کامنت زیر عکسش کارمون رو کردیم. بهش لایک میزنیم و فکر میکنیم بهش عشق دادیم. اما یه سوال جدی، آیا واقعا اینطوریه؟ شمس تبریزی در زمانه‌ای زندگی میکرد که خبری از این چیزها نبود، اما حرفش دقیقاً درمان همین درد امروز بود. اون مدام از حضور حرف میزد، از نگاه، از همنشینی. اون میگفت عشق در سکوت مشترک رشد میکنه، در گرمایی که از بدن دو نفر ساطع میشه، در انرژی نامرئی که وقتی دو روح واقعاً کنار هم قرار میگیرن رد و بدل میشه. ما این حضور رو با پیام عوض کردیم. ما نگاه رو با لایک عوض کردیم. ما همنشینی رو با تماس ویدیویی عوض کردیم. و با اینکه این ابزارها خوبن و لازم، ولی هیچ کدوم جای اون چیز واقعی رو نمیگیرن. تو نمیتونی از پشت یه صفحه یه ارتباط روحی عمیق برقرار کنی. صفحه یه فیلتره، یه مانع. حتی بهترین تماس ویدیویی هم نویز داره، تأخیر داره، صفحه است. اونجا نفس طرف مقابل رو حس نمی کنی. اون لرزش صدا رو وقتی احساساتی میشه درک نمی کنی. اون سکوتی رو که پر از معنیه از دست میدی. پس قدم چهارم اینه، از عشق مجازی به عشق با حضور واقعی برگردی. یعنی تو باید دوباره یاد بگیری که چطور حاضر باشی. چطور با تمام وجودت در همون لحظه در کنار کسی که دوستش داری باشی. اما این حضور واقعی چطوریه؟ یعنی موبایل رو زمین بذاری، نه روی میز، نه توی جیبت، نه. یعنی چشمانت رو توی چشمان طرف مقابل بدوزی و فقط گوش کنی، نه اینکه همون لحظه توی ذهنت در حال آماده کردن جواب باشی. فقط گوش کنی. یعنی بذاری یه سکوت بین شما بیاد و ازش نترسی. سکوت فضاییه که واقعیت خودش رو نشون میده. سکوت جاییه که کلمات تموم میشن و احساسات شروع میشن به صحبت کردن. این حضور یعنی وقتی با هم راه میرید دستش رو توی دستت بگیری و واقعا قدم زدن رو حس کنی. صدای نفساتون، صدای باد، صدای محیط. این یعنی وقتی کنار هم نشستید و چای میخورید واقعا مزه چای رو بچشی و گرمای فنجون رو تو دستت حس کنی. به جای اینکه مدام به این فکر کنی که عکس ازش بگیری و توی استوری بذاری. میدونی مشکل بزرگ ما چیه؟ ما از حضور واقعی میترسیم. چون اونجا هیچ پنهانکاری وجود نداره. اونجا نقاب‌ها به زور میافتن. اونجا نمیتونی جوابت رو 10 دقیقه‌ای بدی یا یه ایموجی بفرستی. اونجا باید خودت باشی و ازش گذشت کنی. باید طرف مقابل رو هم با تمام واقعیتش بپذیری و این میتونه ترسناک باشه، اما درست همونجاست که معجزه رخ میده. همونجاست که اتصال واقعی شکل میگیره. پس کار امروزت قدرتمندتر از همه کارهای قبلیه. میخوای ازت یه قول بگیرم. یه قرار بذاری فقط 10 دقیقه‌ای. 10 دقیقه‌ای که موبایل‌هایتون رو خاموش کنی یا تو یه اتاق دیگه بذاری. حتی لازم نیست حرف بزنین. میتونین کنار هم روی نیمکت بشینین و به آسمون نگاه کنین. میتونین یه چایی ساده رو با هم بخورین. میتونین فقط دست هم رو بگیرین و چشمهاتون رو ببندین و نفسهاتون رو با هم هماهنگ کنین. در اون 10 دقیقه وظیفه تو فقط یه چیزه، حاضر بودن. اگه ذهنت پرید سمت کارها یا مشکلات، به آرومی برش گردون به حال. به صدای نفس طرف مقابل، به گرمای دستش، به نگاهش. فقط 10 دقیقه. این 10 دقیقه واقعی از صدها پیام عاشقانه و هزاران لایک قدرتمندتره، چون این ماده خام رابطه است. این همون حضوریه که شمس تبریزی ازش حرف میزد. وقتی این قدم رو برداشتی، وقتی یاد گرفتی چطور دوباره حاضر باشی، درست همون موقع که آماده دریافت هدیه نهایی میشی، اون راز و کلیدی که اول راه بهت قول داده بودم، حالا که زمین رو آماده کردی وقت کاشتن بذر ویژه است. خیلی خوب، رسیدیم به آخرین بخش، همون جایی که اول راه بهت قول دادم. یادت گفتم اگه با من بیای تا انتها یه راز ویژه از شمس تبریزی رو با تو در میان میذارم. یه کلید نهایی. حالا تو با شجاعت 4 قدم اساسی رو یاد گرفتی.
رها کردی، نقابت رو برداشتی، آینه شدی و یاد گرفتی چطور واقعا حاضر باشی. زمین خاکی رابطت حالا آماده است. وقتشه که بذر ویژه رو بکاری. این راز نهایی یه تکنیک پیچیده یا یه جمله عجیب و غریب نیست. برعکس خیلی ساده است، اما قدرتش در سادگیشه. شمس تبریزی میگه بزرگترین مانع ارتباط منی هست که مدام در حال قضاوت یا تحلیل کردن و یا چانه زدن. اون منی که میخواد همه چیز مطابق میلش باشه. برای اینکه ارتباط واقعی شکل بگیره باید این من رو برای لحظاتی کنار بذاری. چطوری؟ با یه تغییر نگاه. راز نهایی یه دعا یا یه ذهنیت خاصه، اما نه به معنای سنتی کلمه. این یه ذهنیتیه که باید وقتی با کسی که دوستش داری و هستی در پس زمینه ذهنت فعال باشه. این ذهنیت رو شمس تبریزی اینجور بیان میکنه: تو را میبینم آنچنان که هستی و هستی تو را زیباست. بذار عمیق‌تر بگم. یعنی چی؟ یعنی وقتی با طرف مقابلت هستی از خودت یه سوال مخفی بپرسی: اگه من کاملا بدون قضاوت باشم، اگه ترس‌ها و انتظارات خودم رو کنار بذارم، در این لحظه این انسان رو واقعا چطور میبینم؟ و بعد سعی کن جوابی که پیدا میکنی این باشه: وجودش به خودی خود زیباست. این به معنای تایید همه رفتارها نیست. نه، این به معنای دیدن هسته وجودی اون فرده، فارغ از همه بازی‌ها، نقاب‌ها و اشتباهاتش. این یعنی ببینی یه انسان با تمام آسیب‌پذیری‌هایش، با تمام ترس‌هاش، با تمام رویاها و شکست‌هاش، درست مثل خودت داره سفر زندگی رو طی می‌کنه و این سفر به خودی خود یه چیز مقدس و زیباست. وقتی تو این نگاه رو تمرین می‌کنی، یه انرژی کاملا متفاوت از تو ساطع میشه. آرامتر میشی، قلبت بازتر میشه و طرف مقابل در سطح ناخودآگاه این انرژی رو حس میکنه. حس میکنه پیش تو امنیت داره. حس میکنه تو داری اونو به خاطر کارهایی که میکنه یا چیزهایی که بهت میده، بلکه به خاطر بودنش میبینی. و این عمیق‌ترین نیازیه که هر انسانی داره، که دیده شدنه بی قید و شرط. پس چطوری از این راز استفاده کنیم؟ هر روز قبل از اینکه طرف مقابلت رو ببینی 1 دقیقه سکوت کن، چشمات رو ببند و این جمله رو در ذهنت تکرار کن: من تو را میبینم آنچنان که هستی و هستی تو زیباست. سعی کن واقعا این حس رو در خودت ایجاد کنی. بعد با همین نگاه وارد تعامل بشی. خواهی دید که صدایت نرمتر میشه، گوش دادنت عمیق‌تر میشه و فضای بین شما سبک و شفاف میشه. این سلاح مخفی توه. وقتی 4 کار قبلی رو با این نگاه 5م انجام بدی، معجزه میبینی. این نگاه آب حیاته برای بذری که کاشتیم. پس مسیرمون تموم شد. از همون تنهایی اولیه راه افتادیم و 4 ایستگاه اصلی رو پشت سر گذاشتیم: رهایی از کنترل، جرأت برای واقعی بودن، مهربونی در بازتاب دادن و شجاعت برای حضور واقعی. و در نهایت به اون کلید طلایی رسیدیم: نگاه دیدن زیبایی محض وجود. بهت قول میدم اگر این مسیر رو ادامه بدی، اون دیوار شیشه‌ای کم کم محو میشه. نه به صورت معجزه در 1 شب، اما به آرامی و با اطمینان. تو دیگه اون آدمی نیستی که اول ویدئو بود، تنها توی حباب خودش. حالا تو مسلحی به ابزارهایی که میتونی پل بزنی، میتونی نزدیک بشی، میتونی عمیق باشی. یادت باشه شریک روحت منتظر همون توی واقعی توست، با همون نگاه مهربون. به امید دیدارت در مسیر وصل.